بعضی اتفاقات توی زندگی هستن که حتی فکر کردن بهشون هم سخت. اتفاقایی که وقتی اسمشون میاد آدم ناخودآگاه چند ثانیه سکوت میکنه. یکی از سخت‌ترین این اتفاقها کودک آزاریه. کودک ها موجوداتی هستن که باید توی امن‌ترین دوران زندگیشون باشن. دورانی که باید با بازی کردن، خندیدن، یاد گرفتن و کشف کردن دنیا بگذره. اما متاسفانه برای بعضی از بچه‌ها همین دوران تبدیل به یکی از سخت‌ترین و دردناکترین بخش‌های زندگیشون میشه. کودک آزاری فقط یه اتفاق ساده نیست، فقط یک لحظه بد نیست که بعدش همه چیز تموم بشه. خیلی وقتا اثری که روی ذهن روی یک بچه میذاره ممکنه سالها همراهش بمونه. وقتی درباره کودک آزاری حرف میزنیم خیلی‌ها فقط یه نوع خاص از آسیب رو تصور میکنن، اما واقعیت اینه که کودک آزاری شکل‌های مختلفی داره. ممکنه جسمی باشه، یعنی آسیب زدن به بدن کودک. ممکنه روحی و روانی باشه، یعنی تغییر کردن، ترسوندن یا شکستن اعتماد به نفس کودک. ممکنه شامل بی‌توجهی به نیازهای کودک باشه و در بعضی موارد هم شامل سوء استفاده جنسی از کودکان میشه. اما چیزی که در همه این موارد مشترکه اینه که یک کودک که هنوز قدرت دفاع از خودش رو نداره آسیب میبینه. یکی از سخت‌ترین بخشای این موضوع اینه که خیلی از کودکانی که مورد آزار قرار میگیرن نمیتونن درباره یه چیزی که براشون اتفاق افتاده حرف بزنن. شاید خیلیا فکر کنن که اگر اتفاق بدی برای یک کودک بیفته اون سریع میاد و تعریف میکنه، اما دنیای واقعی اینطوری نیست. خیلی از کودکان میترسن کسی حرفشون رو باور نکنه، میترسن دعوا بشن، میترسن خانوادهشون ناراحت بشن یا حتی تهدیدایی که شنیدن باعث بشه سکوت کنن. بعضی بچه‌ها حتی فکر میکنن خودشون مقصر هستن، در حالی که هیچ کودکی هیچ وقت مسئول آسیبی که یه فرد بزرگسال بهش وارد میکنه نیست. یکی از چیزایی که باعث میشه کودک آزاری سخت‌تر کشف بشه اینه که خیلی وقتا فرد آسیب زننده کسیه که کودک اون رو میشناسه. برخلاف چیزی که بعضی فیلم ها نشون میدن، همیشه یه غریبه یا ناشناس پشت این اتفاق ها نیست. گاهی ممکنه فردی باشه که کودک بهش اعتماد داره، کسی که خانواده هم بهش اعتماد دارن و دقیقاً همین موضوع باعث میشه تشخیص دادن بعضی موارد سخت‌تر بشه. افرادی که قصد آسیب زدن به کودکان رو دارن ممکنه اول اعتماد کودک و اطرافیانش رو جلب کنن. ممکنه خودشون رو فردی مهربون، قابل اعتماد یا حتی کمک کننده نشون بدن. به همین دلیل آگاهی داشتن خانواده خیلی مهمه. اما یک سوال مهمینه: چطور میشه فهمید یک کودک ممکنه دچار مشکل شده باشه؟ هیچ نشونه‌ای به تنهایی نمیتونه ثابت کنه که حتما اتفاق بدی افتاده. اما بعضی تغییرات رفتاری میتونن زنگ خطر باشن. مثلا کودکی که ناگهان خیلی گوشه‌گیر میشه، از آدم یا مکان خاصی میترسه، کابوسای زیاد میبینه، رفتارهای غیرعادی از خودش نشون میده یا علاقش به چیزایی که قبلا دوست داشته از بین میره. ممکنه نیاز به توجه و حمایت بیشتری داشته باشه. گاهی بچه‌ها با زبان حرف نمیزنن، ولی رفتارشون چیزایی رو نشون میده که شاید خودشون نتونن بیان کنن. یکی از اشتباه‌های رایج بزرگسالان اینه که فکر میکنن چون کودک کوچیکه چیزی نمیفهمه یا اتفاقها رو فراموش میکنه. اما ذهن کودک خیلی حساسه. اتفاقایی که در سالهای کودکی رخ میده میتونه روی احساس امنیت، اعتماد به دیگران و حتی نگاه کردن کودک به خودش تأثیر بذاره. به همین دلیل مهمه که بچه‌ها از همون سن کم یاد بگیرن که بدنشون متعلق به خودشونه و اگر چیزی باعث ناراحتی یا ترسشون شد حق دارن حرف بزنن. البته آموزش دادن به کودکان باید درست انجام بشه. هدف این نیست که دنیا رو برای بچه‌ها تبدیل به جای ترسناکی کنیم. هدف اینه که بهشون یاد بدیم چطور از خودشون مراقبت کنن و بدونن همیشه یه نفر هست که حرفشون رو میشنوه. یکی از مهمترین چیزهایی که خانواده‌ها باید به کودک یاد بدن اینه: اگر اتفاقی افتاد که تو رو ناراحت کرد، میتونی با من حرف بزنی. من اول به حرفت گوش میکنم. همین یک جمله ساده میتونه باعث بشه یک کودک احساس امنیت کنه.
خیلی از کودکانی که آسیب دیدن بیشتر از خود اتفاق از این میترسن که کسی حرفشون رو باور نکنه. برای همین واکنش بزرگسالان خیلی مهمه. اگر کودکی چیزی رو تعریف کرد، اولین قدم اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. به حرفش گوش بدیم و بهش نشون بدیم که تنها نیست. نباید کودک رو سرزنش کرد یا ازش پرسید چرا چیزی نگفتی؟ چرا اونجا رفتی؟ چرا اجازه دادی؟ چون این سوالها ممکنه باعث بشه کودک احساس کنه مقصره و بیشتر سکوت کنه. همونطور که گفتیم یکی از مهمترین چیزها در مقابله با کودک آزاری اینه که کودکان احساس کنن یه نفر هست که بدون قضاوت به حرفشون گوش میده. اما فقط خانواده نیست که در محافظت از کودکان نقش داره. در واقع امنیت یک کودک مسئولیت همه جامعه است. از پدر و مادر گرفته تا معلم، مربی، اطرافیان، حتی خود جامعه‌ای که کودک توش زندگی میکنه. گاهی یک کودک ممکنه بیشتر زمانش رو بیرون از خونه بگذرونه. توی مدرسه، کلاس‌های آموزشی، محیط‌های ورزشی یا جاهای دیگه. به همین دلیل آدمایی که با کودکان در ارتباط هستن باید بدونن چطور رفتارهای نگران کننده رو تشخیص بدن و چطور درست واکنش نشون بدن. یکی از بزرگترین مشکلات درباره کودک آزاری اینه که خیلی از موارد اصلاً گزارش نمیشن. نه به این دلیل که اتفاقی نیفتاده، بلکه به این دلیل که کودک یا اطرافیانش نمیدونن باید چی کار کنن. بعضی خانواده‌ها به خاطر ترس از حرف مردم، حفظ ظاهر یا نگرانی درباره آینده کودک ترجیح میدن سکوت کنن. اما سکوت در برابر چنین اتفاقایی معمولاً باعث میشه آسیب بیشتری به کودک وارد بشه. حمایت از کودک یعنی اینکه به جای فکر کردن به حرف مردم، اول به امنیت و آرامش اون کودک فکر کنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که وقتی کودکی درباره یک اتفاق ناراحت کننده صحبت میکنه، نباید سریع دنبال پیدا کردن مقصر یا گرفتن تصمیمای عجولانه باشیم. اولین و مهمترین کار حمایت از کودک و فراهم کردن یک محیط امن برای اونه. کودک باید بدونه که حرفش شنیده شده و احساساتش مهمه. خیلی از کودکانی که آسیب دیدن ممکنه بعد از مدتی رفتارهایی از خودشون نشون بدن که برای اطرافیان عجیب باشه. ممکنه عصبی تر بشن، زود ناراحت بشن، اعتماد کردن براشون سخت بشه یا حتی خودشون رو از بقیه جدا کنن. گاهی هم ممکنه برعکس، کودک تلاش کنه خیلی شاد و عادی به نظر برسه تا کسی متوجه نشه چه چیزی توی ذهنش میگذره. به همین دلیل نباید فقط منتظر یک نشونه مشخص باشیم. مهمترین چیزی که یک کودک نیاز داره یک رابطه امن و قابل اعتماد با آدم‌های اطرافشه. یکی از کارهایی که میتونه به پیشگیری کمک کنه آموزش درست به کودکه. آموزش یعنی اینکه کودک بدون حق داره درباره احساساتش حرف بزنه. بدون اگر از یک رفتار ناراحت شد میتونه نبگه. بدون هیچ کس نباید باعث بشه احساس ترس یا شرمندگی کنه. اما در کنار آموزش کودک، آموزش بزرگسالان هم خیلی مهمه. چون گاهی والدین نمیدونن چطور باید درباره موضوعات با کودک صحبت کنن. بعضیا فکر میکنن حرف زدن درباره این مسائل باعث میشه کودک زودتر با چیزهای بد آشنا بشه. در حالی که آموزش درست و متناسب با سن کودک یکی از راههای محافظت از اونه. موضوع مهم دیگه که باید در موردش حرف زد تأثیرات بلند مدت کودک آزاریه. یک کودک ممکنه بعد از یک تجربه سخت در ظاهر به زندگی عادی ادامه بده، اما درونش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنه. ممکنه اعتماد کردن به دیگران براش سخت بشه. ممکنه احساس ارزشمندی خودش پایین بیاد یا همیشه احساس ترس و ناامنی داشته باشه. اما چیزی که باید بدونیم اینه که حمایت درست میتونه کمک بزرگی به بهبود شرایط کودک کنه. کودکانی که مورد حمایت قرار میگیرن کسانی که حرفشون شنیده میشه و کسانی که کمک تخصصی دریافت میکنن میتونن دوباره احساس امنیت و آرامش رو پیدا کنن. یک اشتباه بزرگ اینه که بعضیا فکر میکنن صحبت کردن درباره کودک آزاری باعث بدتر شدن اوضاع میشه. اما واقعیت اینه که سکوت مشکل رو از بین نمیبره. اتفاقاً آگاهی بیشتر باعث میشه افراد بیشتری بتونن از کودکان محافظت کنن. وقتی جامعه درباره یک مشکل صحبت میکنه یعنی اون مشکل رو پذیرفته و دنبال راه حل میگرده. کودکان
آینده هر جامعه‌ای هستن. نحوه رفتار ما با اونها نشون میده که چه نوع جامعه‌ای میخوایم بسازیم. هر کودکی حق داره بدون ترس بزرگ بشه. حق داره احساس امنیت کنه، حق داره بازی کنه، یاد بگیره و رویا داشته باشه. هیچ کودکی نباید مجبور بشه با ترسایی روبرو بشه که حتی خیلی از بزرگسالانم تحملشون براشون سخته. در پایان باید یادمون باشه که محافظت از کودکان فقط یه وظیفه قانونی یا اجتماعی نیست. یه مسئولیت انسانی هم هست. گاهی یک گوش دادن ساده، یک باور کردن، یه حمایت کردن یا حتی یک توجه کوچک میتونه مسیر زندگی یک کودک رو تغییر بده. اگر کودکی چیزی گفت، به حرفش گوش کنیم. اگر کودکی تغییر کرد، بی تفاوت نباشیم. اگر کودکی کمک خواست، تنهاش نذاریم. چون پشت هر کودک یک دنیا احساس، امید و آینده وجود داره. و شاید مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که کاری کنیم هیچ کودکی احساس نکنه در این دنیا تنهاست. دوستان، این موضوع یکی از سخت‌ترین موضوعاتی بود که در موردش صحبت کردیم. هدف از ساخت این ویدیو ترسوندن نیست. هدف اینه که بیشتر بدونیم، بیشتر مراقب باشیم و بتونیم از کودکانی که نیاز به حمایت دارن بهتر محافظت کنیم. اگر فکر میکنید آگاهی درباره این موضوع میتونه به کسی کمک کنه، این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید. اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیو از ما حمایت کنید.